چیه؟ نه دیگه نیازی نیست دانش آموزاتو ببری آزمایشگاه. با تکنولوژی هایی که امروز اومده میتونی مثل انیمیشن سفرهای علمی به درون بدن سفر کنی. ببین تو این نرم افزار که هم آنلاین هم آفلاین با استفاده از گوشی، تخته هوشمند، ویدیو پروژکتور یا لپتاپ یا حتی عینک‌های سه‌بعدی میتونی درون بدن حرکت کنی و هر بخشی از زیست رو میتونی باهاش تدریس بکنی. تازه یه سری قابلیت‌های دیگه هم داره که توی ویدیوهای بعدی میگم. اگه میخوای اسمشو بدونی کامنت کن زیست.